شهر آفتاب محل عرضه آخرین دستاوردهای صنعت دام و طیور، از خوراک دام و مکمل‌های غذایی گرفته کمک میکنه محصولات ما به بهبود چربی شیر، به حفظ اون پروتئین شیر تا تجهیزات پیشرفته. حدوداً تونستیم طی این سال‌ها 6000 تا سالن در داخل ایران و حدود 400 تا سالن هم در خارج ایران در کل خاورمیانه تجهیز بکنیم. فعالان عرصه امنیت غذایی میگویند در شرایط جنگی و تحریم نه تنها تولیداتشان متوقف نشده، بلکه بازارهای جهانی هم عرصه صادراتشان بوده. بعضی وقتا میگن عدو بود سبب خیر. این تحریم‌ها و این داستانا باعث شده که ما تو این زمینه واقعا خودکفا بشیم و پیشرفت خوبی داشته باشیم. هر سال ما بالغ بر 2.5 میلیون دلار ما صادرات به عراق داریم. با توجه به اینکه واردات در واقع اجداد سویه‌های خارجی محدود هست به کشور، آریان تونسته جای خودش رو در کشور پیدا کنه. ما حوزه اوراسیا تو همین شرایطی که الان کشور درگیر جنگه 67 دستگاه سفارش داریم. البته تولید کنندگان چالش‌ها و موانع سر راه تولید را هم مطرح می‌کنند. امیدواریم با این تولیدی که الان فراهم شده ما بتونیم برای جذب جوجه‌اش و جذب محصولاتش به موقع اقدام بکنیم و اون بحث صادراته که خب امروز نویدشو دادن. در حال حاضر واقعا میتونم بگم مشکل برقه به عنوان یک تولید کننده. ما الان توی هفته تقریبا 3 روز برق نداریم. معاون امور تولیدات دامی بدیهیات کشاورزی هم در حاشیه نمایشگاه از رفع ممنوعیت صادرات دام تلیسه خبر داد. بحث صادرات تلیسه یک ضرورت که باید حتما اتفاق بیفته انشالله با حجم قابل توجه. بحث صادرات گوشت مرغ، بحث صادرات تخم مرغ، یعنی همه محصولات معاونت تولیدات دامی ما بحث صادراتش رو داریم انجام میدیم. برگزاری جشنواره گاو هولشتاین هم از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه است. ما از 13 استان کشور الان دامدارا شرکت کردن. 60 از تلیسه حضور داره با تلیسه‌های پایکل مسابقه شروع میشه، شو انجام میگیره. انتخاب گاوهای برتر و تکثیر آنها بهبود تولیدات آینده دامی کشور را تضمین می‌کند. نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع لبنی و همینطور جشنواره گاو هولشتاین به مدت 4 روز پذیرای عموم علاقه‌مندان است در نمایشگاه شهر آفتاب. مجتبی روحی، خبرگزاری صدا و سیما.